درود بر شما همیاران ارجمند. بعد از که من یک سبک ویدیویی نشر کردم در شبکه اجتماعی فیسبوک در موضوع عزت امان، این شیزیک به قول دیوانه شد و از خود باز سیاست مدار فراشیدنی است. شما نطقش البته دیدید. چند جوابی خواهم گفت ولی اولا مراجعت به سفارت تاجیکستان در روسیه برابریتش، با جنابان کنسول یا کنسولگری، با کارمندان خدمات مهاجرت، با رهبر دیاسپوراها یک مراجعه داشتند. همه عزت امان دعوا دارد که تمام مهاجران تاجیک رو در مسکو او سرپرستی میکند، او پشتیبانی میکند، او پروازشینی حقوق اونا رو حمایت میکند. اگر چنین است شما تصدیق رو انکار کنید. اگر تصدیق کنید پس شما چیکار میکنید؟ اگر انکار کنید پس چرا میمونید که شما رو تحقیر میکنند؟ جناب سفیر، در ویدیوی آخر ثبت آخری عزت امان سفارت رو انکار، تحقیر و نقشش رو به صفر به نول برابر کرد. چرا جواب ندادید؟ اکنون در مورد این نیاندرتال که عقلش در سطح یک چوبچه است مراجعتی داشتم. تو به نماز جمعه می رفتی و با انگشت اشاره گفتی که این زردشتی به ایمان فلان و فلان و فلان، یعنی در حق یک برادر مسلمان تو تهمت کردی و نماز جمعه می رفتی. اکنون نماز جمعه از سرت سبیل شد، به امضای من دیگر انیق بیش نمی روی اگر پیش مردن پیهری نطلبی. من فکر میکنم و بعدا چیزی دیگری به عزت هم گفتنی هستم. همه مهاجران ما بر روسیه به جنگ نرفتن که شما حمایتشون کنید. سازشنامه بین حکومتی است، حقوقهای شهروندان ما در اونجا حمایت می شود و سفارت امکان دارد که 5 ادوکات یوریست گیرد و در بعضی قضیه های بحثناک تاجیکان را حمایت کنند. و عجیبترش آن است که عزت امان حجتی وکیل دفاع را ندارد، یعنی ادوکات نیست و دعوای پروازشینگی دارد ولی ادوکات نیست و در یک جریان سودی یک تاجیکی به بلا افتاده اشتراک نکرده است. پس جنابان نمایندگان حکومتی در روسیه چرا امکان میدید که از عزت امان عیسی مسیح بسازند چندم روانش؟ و در مورد مهاجرت من گمان میکنم فرصتی رسیده است که مهاجرت رو باید با تنظیم دراریم. مثلا 70-80 نفر خویشاوندان من در روسیه در مهاجرتن. دادرم معیار میلیسه است. ما اونجا انجینیر داریم، فرمر داریم، از خانواده ما، ولی باری با عزت هم مراجعت نمیکنن چون حقوقشون میدونن، زبان روسی حرف میزنن. پس برای اون که پیش از اون که به مهاجرت میروید همتون نرجان فرزندانتون خود شما زبان روسی رو بیاموزید، قانونهای اون کشور را بدانید، رعایت کنید و دیگر شما با عزت امان احتیاج پیدا نمیکنید البته، چون خدا حمایت. بعدا بار دیگر میگم این مردم ما اونجا جنگ نرفتن که کسی اونا رو حمایت کنه. و در آخر همین رو گفتنی هستم که این هرزگو عزت امان دعوا دارد که با $200,000 مسجد ساخته است و او رو به آقایخانه تبدیل دادن. من یک تحقیقات ژورنالیستی میبرم و حتما از طریق شبکه‌های اجتماعی رو تصحیح میکنم. سلامت باشید. درود به شما همیاران ارجمند. طوری که من در ویدیو مراجعت دیگرم در بحث با عزت امان شیزیک گفتم، تحقیقات ژورنالیستی میگذارونم. اون کس دعوا کردن که من در محلم با $200,000 مسجد ساختم و حکومت او رو به عاقلخانه تبدیل داد. اکنون بیاید یک جا ببینید. دیگر من شرح ایضاح زیادتی نمیدیم و جز چند کلمه دیگر از حاجتخانه اش ببینید. انا همین در $200,000 انا همین
طهارتگاه و حاجتخانه مسجدش است. توجه کنید، $200,000. این محله سه خانه، اون طرف خانه عزت امان است و در پهلوی این راه، این درمی محله 3-4 مغازه دادرهایش سودا کرده شده است. کسی اونها را فشار نآورده است. انا همین مسجدی $200,000 عزت امان. بگوید که با فرما تبدیل داده شد. شما در یکم نکته این بینو گو میبینید. مانا این پایه های مسجد $200,000 است. مانا ببینید، مانا $200,000 عزت امان. این تیرزه هایش است. عزت امان، گفتم که رو تصیح میکنم. شرمنده ای آدم شو. دیگر من سخن ندارم.